إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. در موضوعی که پیامبر گرامی صلی الله علیه و 3 بار تأکید کردند که اون مؤمن نیست. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. 3 بار تأکید کردند که پیامبر گرامی اون مؤمن نیست، اون نفر، و اون بگیم که مؤمن کامل اصلا گفته نمی شود. که روایت بخاری و مسلم هست از حضرت ابو هریره می روایت میکند که پیامبر گرامی صلی الله علیه و فرمودند قال والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن. والله اون ایمان کامل نیاورده است و اون ایمان کامل ندارد و ایمان کامل نیاورده است، گفته پیامبر گرامی صلی الله علیه و قیل من یا رسول الله، گفته شد که کی از ای رسول خدا صلی الله علیه و این نفر که ایمان نیاورده است، ایمان نیاورده است، ایمان نیاورده است. گفتن 3 مرتبه. پیامبر گرامی صلی الله علیه و الذی لا یأمن جاره بوائقه، همون نفری که امن نمیماند همسایه اون، جار اون، بوائقه گفته از فعل بدی او و از حیله و نیرنگ اون کرده. یک همسایه هست که دائم همسایه‌اش آزار میدهد و دائم بگیم از شر اون در امن نیست، از جمله چی حیله و نیرنگی نباشد و چی ضرری که نباشد، اون گفت مؤمن نیست، اون ایمان کامل ندارد اون نفر. و در روایتی که مسلم آورده است که لا يدخل الجنة من لا یأمن جاره بوائقه، پیامبر گرامی صلی الله علیه و گفتن که داخل جنت نمی شود انسانی که امن نباشد همسایه اون بگیم از شر و حیله و کید اون نفر، از بدی اون نفر در امن که نباشد، اون داخل جنت نمی شود. و پیامبر گرامی صلی الله علیه و حقوق همسایگری، چی اگر که در همسایگری در خانه باشد، چه همسایگری در کار باشد، چه همسایگری امرهگری بگیم در سفر باشد. الله پاک در آیات قرآن این ذکر کرده است الله عبادت کنید و با پدر مادرهاتون نیکی کنید و خشتوارهاتون نیکی کنید و یتیمها و مسکینها قطی و جاری ذی القربى، و همون همسایه هایی که از شما بگیم که چیز مثلا که از قریب های خودتون باشد، چون که خانهش نزدیک باشد به تو، و جاری الجنوب، و همسایه که دور هم باشد از شما کرده کمی هم باشد، و صاحب بالجنب، و همون امرهای شما بگیم همون شریک های شما و همسایه های شما که در جنب شما هست. در این میفرمایند علما که یعنی که در یک کاری خیر قد تو هست، اون اکرام حق دارد، اون که اون شرط نرسد. و ابن السبیل و مملکت ایمانکم، و فرزند راه مسافر و اون چیزی که دست های شما مالک شده هستن از جمله غلام، اون چیزها هم حق دارن. خلاصه گپ که همسایه چی در خانه باشد، چی در کار باشد، چی در یک بگذار که در یک طالب علمی باشد، هر حالتی که نباشد، اون بگیم که اگر که اون نفر از شر این نفر بگیم که مسلمان دعوا میکند اگر در امن نباشد، اون داخل جنت نمیشد، میگه پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم. در حدیث دیگر که متفق علیه هست، بخاری مسلم روایت میکنن رضی الله عنهما، میفرماید که گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم یا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها، ای زنهای مسلمان ها، ای مسلمان زنها، پس نشمارد همسایه، یعنی که زنی همسایه برای همسایش، یعنی که یک زن همسایه زنش رو پس نشمارد، ولو فرسن شاتین. فرسن شاتین گفته بگیم که هم پاچه گوسپند، پایان پاچه گوسپند یک مقداری می دهکی هست، قدم شاتش میگم به عربی. یعنی که شما میگه پیامبر گرامی صلی الله علیه و که از هدیه کردن، از صدقه کردن به همسایتون سستی نکنید، اونو پس نشمارید که مثلا که دیگه از هدیه کردن باز بدارید خودتون را. معنای دیگرش این است که وقتی که به یک همسایه هدیه میدید اگر همین مقدار هم باشد، اونو پس نشمارده قبول کن، این حق همسایگی هست، باید ما شما همسایه‌مون رو اکرام کنیم. در دیگر روایت اومدگی هست که این الان در تاجیکستان بسیار دیده می شود که همسایه را میگیرد در مشکل می اندازد، از جمله در نسبت زمین خواستن همین کارها میشه، برای یک وجب زمین شیده میگیره رو در سود میدهد، اونو بگیم کارو باشه بگیم در پریشانی می اندازد. این کار حرام ترینی که امروز در بین مردم ما هست، عذاب بالا اونها اومدگی هست که روایت بخاری مسلم هست، از نیز روایت از طریق ابو هریره اومده است و دیگر صحابه میفرماید که پیامبر گرامی صلی الله علیه و گفتن من نکند همسایه‌اش رو که این که اون در دیواری اون یکم چوب میخلاند، یکم میخ میزند، این حالت من نکند، گفت این کارو گفت. یعنی که همسایه بگذار یک کاری کرد که
اون قضیه ضرری نیست که به تو که دیگه قطعی اون جنگ و جنجال و بگیم دیگه در اون بگیم قطعی اون مرد بگیم همسایه را پریشان بسازی و تمام آیات قرآن حدیث خلاف ببری که دوزخی شه. از الله ترسیدن به کار از همسایه را نباید که حقش پایمال کرد. به آیات قرآن ثابت شده است، به حدیث ثابت شده است و اهل علم در این باره صحبت های زیاد کردگی هستند که پیامبر گرامی مثلا در حدیث دیگر میفرماید که حضرت جبریل همچنان میگه مرا بسیار نصیحت کرد درباره همسایه. گمان کردم که همسایه رو میراث میبرده باشد. این قدر قریب هست، یعنی که وقتی که انسان از دنیا میگذره قریب ترین انسان هاش میراث رو میبرن. یعنی که پیامبر گرامی مثلا میگویند که همچنان میگه همسایه نزدیک بوده است که اون از همسایه گمان کردم میراث میبرده باشه. همسایه رو هم خیلی شخصی نزدیکترین حقدارترین بالای یک دیگرش بدستن، همسایه با همسایه دیگرش. در روایت اومده است که روایت متفق علیه است نیز که به شک پیامبر گرامی صلی الله علیه و گفتن که هر کسی که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره، هر کسی که به الله روز قیامت ایمان داشته باشد همسایه‌اش رو آزار ندهد. در روایت دیگر هم اومده است پیامبر گرامی صلی الله علیه و میگه که هر کسی که ایمان داره به الله روز قیامت پس خوبی کنه فلیحسن الی جاره، خوبی کنه به سوی همسایه‌اش. حضرت عایشه مادرمون رضی الله عنها گفتن که گفتم ای رسول خدا صلی الله علیه و آله این لی جارین، برای دو همسایه است. گفتم فالی ایهما اهدی، به سوی کدام اون نفرها هدیه بدهم. یعنی که اگه طعام کردنشیم کدامش اونها را برام، چون که از قدر شرایط خوبی نداشتن، یک نفرش شاید میتونست خوبی کنه، نفر دیگه‌شون شاید که نمیتونست مثلا، با هم خود پرسیدن و کدامش حقدارتر است میخواستن که بفهمد مثلا همسایه این چیز با فرق دارد. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله فرمودند که الی اقربهما منک بابا، گفت به سوی همونش که هدیه کن، همون نفرش که به سوی تو درش با نزدیکتر باشد، چند قدر نزدیک باشه حقدارتر است که به اون خبر گرفتن و هدیه کردن و از جمله صدقه کردن و دیگر چیزها حقدارتر می شود. نیز در روایت ترمذی روایت میکند، میگه این حدیث حسن است. میگه پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله فرمودند خیر الجیران عند الله تعالی خیرهم لجاره، بهترین همسایه ها به سوی الله پاک همونی هست که اون خوب باشد برای همسایه هاش. نفری که در نزد الله قدر دارد و همسایه حقیقی، همسایه اسلامی حساب می‌خورد که اون به سوی همسایه‌شان نیکی کند، نه اینکه بدی کند. یک خوشی همسایه‌اش بیند خیلی خیلی زیق شود، یک پیشروی همسایه‌اش بیند خیلی خیلی زیق شود. این علامت‌های بگیم که بدبختی همون نفر است. وقتی که یک نفر دیدی همسایه یک مسلمان دی پیشرفت کیسه خرسان شو و یک همسایه دی خوشبخت است، به خداوند پاک دائم خرسندش نگاه بدارد و برای راست هدایتش بفرماید. الله پاک همه ما شما به این حدیث ها شنیدن و عمل کردن نصیب روزی بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.